سینه راستمو که تخلیه کردم بهم گفت دیگه نمیخواد منو. اسمم سحره. 29 سالم بود که احساس کردم قفسه سینم خیلی بد تیر میکشه. رفتم دکتر، بهم گفتش که هم باید بریم ماموگرافی هم بیوپسی. جواب ماما و بیوپسیمو که بردم، دکتر یه نگاهی کرد، گفت دخترم خیلی وقت نداری، باید سریع شیمی درمانی بشی. تولد 29 سالگیم درم بهم آویزون بود و سینه راستم تخلیه شده بود. بعد از کلی پرتو درمانی و شیمی درمانی که تمام پوست بدنم سوخته بود، یه روز همسرم اومد گفتش که با بچه‌ها برنامه گذاشتم همه با هم بریم شمال. گفتم من که نمیتونم بیام، من اصلا حالم خوب نیست، اصلا روم نمیشه. یه نگاهی کرد بهم گفتش که ای بابا، تو سرطانی چی بودی افتادی تو زندگی من. فقط نگاش کردم. 2 ماه بعد که دادخواست طلاقم رسید به دستش، هر کاری کرد برای اینکه دل منو به دست بیاره، اما نتونست. حرفی که به من زده بود، نه شیمی درمانی نه پرتو درمانی، نمیتونست.